چیزهایی که از GTA سن اندرس اصلی حذف شدن و توی نسخه بتا وجود داشتن. توی این ویدیو ویژگی و دیالوگ هایی که از بازی حذف شدن رو با هم میبینیم. همینطور که توی بازی ما میتونیم مسافرکشی کنیم یا هم ماموریت‌های آمبولانس و پلیس رو میتونیم انجام بدیم، توی نسخه بتا میتونستیم با موتور پیتزایی ماموریت انجام بدیم و پیتزا به دست مردم برسونیم. زمانی که میرید آرایشگاه تا موهاتون رو کوتاه کنید، صدای ریش تراشی که میاد توی نسخه بتا به جای ریش تراش صدای قیچی کردن مو هستش. همونطور که توی وایس سیتی داروخونه وجود داره، قرار بوده توی سن اندرس هم داروخونه باشه تا باش خون CJ رو پر کنیم. توی بازی علاوه بر این که میتونیم فست فود یا نوشیدنی بخوریم، توی نسخه بتا یه سری مغازه بوده که دونات و چیزا دیگه میفروخته. برای اینکه CJ بتونه گواهینامه هواپیما و قایق یا هر چیز دیگه ای رو بگیره، باید توی یه سری از کلاس‌ها شرکت میکرد تا اون گواهینامه رو بگیره. اما انگار توی نسخه بتا قبل اون کلاس‌ها یه نفر میومده و کلی زر میزده و مراحل رو برامون توضیح میداده. خدا رو شکر این از بازی حذف شده. صدای ماشینای توی بازی متنوع بوده که چند تاش از بازی حذف شده. همینطور که میدونید شهر لس سانتوس از روی لس آنجلس ساخته شده و به خاطر اینکه توی لس آنجلس هندیا و ایرانیا زیادن، راکستار یه سری NPC به نسخه بتا اضافه کرده بود که لهجه هندی و ایرانی دارن. Last night someone gave me an ass of fire. I have been shaving since I was 9 years old. This better be some good shit, man. همچنین یه سری شخصیت ها در طول داستان بازی بودن که از نسخه اصلی حذف شدن. مثلا بیگ بیر یکی از کسایی بوده که به CJ وفادار بوده و بهش کمک میکرده و هیچ وقت خیانت نمیکنه. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که از بازی حذف شده کارواشه. زمانی که ماشینتون کثیف میشده میتونستید برید کارواش. همچنین یه سری از رفتارهایی که NPC های بازی انجام میدادن هم توی نسخه اصلی حذف شده. مثلا یکی داشته توی خیابون راه میرفته یهو هم اونجا میشاشیده. خیلی هم مست بودن و درست راه نمیرفتن یا هم بالا می آوردن. توی نسخه اصلی بازی فقط توی لس سانتوس آخرای بازی گنگ‌های مختلف با هم درگیر بودن، اما توی نسخه بتا کل مپ همه با هم درگیرن. همچنین یه اداره پلیس هم توی بازی بوده که انگار خیلی بزرگ بوده و به همه جاش دسترسی داشتیم. همینطور که میبینید CJ میتونسته بره کنار میله های سلول. اما بریم سراغ کاراکترهای اصلی بازی. توی نسخه بتا بیگ اسموک یه لباس سفید تنش بوده و کلن کلاه نداشته. سویت هم کلاه و استایلش فرق داشته. رایدر هم که اصلا یکی دیگه بوده. و اما CJ که توی نسخه بتا قیافش فرق داشته و شاید باورتون نشه، ولی این عکسی که اول بازی میاد CJه. تنپنی و مندوز هم توی نسخه اصلی تغییر کردن. اعضای گرو استریت هم قیافه هاشون یکم فرق داشته و بعضی هاشون هم هودی تنشون بوده. حالا بریم سراغ مراحل داستانی بازی تا ببینیم چه تغییراتی داشتن. توی ماموریت رانینگ داگ CJ و بیگ اسموک میرن تا دخل چند تا واگوس رو بیارن. برگشتنی CJ از بیگ اسموک میپرسه تنپنی توی خونت چیکار میکرد؟ مگه تو رو هم اذیت میکنه؟ بیگ اسموک هم میگه تنپنی کیو؟ راجع به کی داری حرف میزنی؟ و اصلا همچین آدمی رو نمیشناسم. Say, Smoke, what's going on with you and Tenpenny? Who? Tenpenny. Man, I ain't never heard of him. I saw him leaving your apartment. Oh, is that his name? Yeah, you know it is. Man, it ain't nothing. He a buster. این دیالوگایی که دیدید از نسخه اصلی حذف شدن. توی یکی دیگه از ماموریت‌ها که دهنمون سرش سرویس شد، باز CJ از بیگ اسموک درباره تنپنی میپرسه. Why Tenpenny want that package? Who, Penny? Don't bullshit me, Smoke. توی مرحله که رایدر رو میکشیم، توی نسخه اصلی اول مندوز رو میکشیم، بعد رایدر میپره توی آب و سوار قایق میشه. ولی خب توی نسخه بتا برعکسه، یعنی اول رایدر رو میکشیم بعد مندوز میپره توی آب و با قایق فرار میکنه. توی یکی از ماموریت‌ها که بالاسا مفبری سویتو کردن، سویت به CJ زنگ میزنه تا بره کمکش. اما قرار بوده توی نسخه بتا اول CJ بره توی صندوق عقب یه ماشین چند تا اسلحه برداره و به سویت بده و بعد برن با بالاسا بجنگن، ولی به خاطر اینکه برای راکستار مشکل بوده نتونسته قابلیت باز کردن در صندوق رو به این بازی اضافه کنه. توی ماموریتی که با ماشین میریم پیش سزار تا از رایدر و چند نفر دیگه عکس بگیریم، یه جورایی باید با هلیکوپتر میرفتیم پیش سزار. یکی دیگه از دیالوگایی که از بازی حذف شده
مربوط میشه به مرحله مسابقه ماشین CJ و کلاود. در واقع اونجا کاتالینا به CJ زنگ میزنه و از کلاود تعریف میکنه تا حرص CJ رو در بیاره و حسودیش بشه. این دیالوگ هم از نسخه اصلی حذف شده. Claude, you're the best driver I've ever betted. Oh, Claude, it's bigger than the gear stick. و اما یکی از مأموریت‌های مثبت 18 که هممون ازش خبر داریم و از بازی حذف شده. مرحله هات کافی که توی نسخه بتا یه جورای مینی گیم بوده و از نسخه اصلی بازی حذف شده. به خاطر قانونهای آمریکا راکستار برای اینکه بتونه این مرحله رو توی بازی بذاره باید محدودیت سنی بازی رو بیشتر میکرده و در نتیجه فروش بازی هم کم میشده. برای همین کلا راکستار این مرحله رو از بازی حذف کرده. خب حالا اگه براتون سواله چرا این همه ویژگی از بازی حذف شده، باید بگم که اون زمان همچین بازی با این همه جزئیات سنگین می شده و کنسول هایی که اون زمان بوده توانایی اجرای بازی های سنگین رو نداشتن. برای همین راکستار خیلی چیزا رو از نسخه اصلی بازی حذف کرده. اگه با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب یادتون نره.